این بخشش پایان ناپذیر از سوی خدیجه به پیامبری تقدیم شده بود که حتی یک کلمه هم از روی هوا و هوس سخن نمی گفت تا مگر یک حقیقت را آشکار سازد، حقیقتی که اینک بر دوش مکتب چونان نشانی افتخارآمیز جلوه‌گر است. این حقیقت آن بود که پیامبر فرمود اسلام به شمشیر علی و ثروت خدیجه استوار شد. در واقع ثروت حضرت خدیجه به منزله سنگ بنای ساختار اقتصادی امت اسلامی و شمشیر حضرت علی همانند دژ استوار ساختار سیاسی آن محسوب می‌شد. وقتی این دو بازوی نیرومند در کنار پیامبری که صاحب وحی و منزلگاه رسالت آسمانی بود قرار گرفتند، ساختار فرهنگی و اقتصادی و سیاسی امت اسلامی به حد کمال رسید. از طرفی تکامل روحی و همکاری‌های فکری خدیجه با مکتب اسلام در تمام مواردی که تا آن هنگام بر پیامبر اسلام نازل شده بود، این امکان را به پیامبر میداد تا حضرت خدیجه را در زمره 4 زن کامل دنیا قلمداد کند. چنان که از آن حضرت نقل کردند، وی فرموده است از مردان بسیاری به کمال دست یافتند، اما از زنان جز این 4 تن کس دیگری به کمال نرسید: آسیه دختر مزاحم، مریم دختر عمران، خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد. همین امور بود که چون خدیجه وفات یافت، پیامبر از مرگ او بسیار متاسف شد، چرا که مرگ خدیجه در گسترش دعوت پیامبر اکرم تأثیر فراوانی گذارد، تا آنجا که سال درگذشت خدیجه به عنوان عام الحزن یعنی سال اندوه نامگذاری شد. در این سال 2 مصیبت بزرگ بر پیامبر اکرم واقع شد. یکی درگذشت ابوطالب کفیل و یاور پیامبر در تمام گرفتاری‌ها و دیگری مرگ خدیجه دختر خویلد همسر مهربان و حامی راستین پیامبر و آیین او. از امام باقر از جابر ابن عبدالله روایت شده است که گفت از رسول خدا سوال شد تو فاطمه را میبوسی و در آغوش میگیری و به خود نزدیک میسازی و با او رفتاری داری که با دیگر دخترانت نداری. پیامبر فرمود جبرئیل سیبی از بهشت برایم آورد، من آن را خوردم و از آن سیب در صلب من آبی تبدیل شد. آنگاه من با خدیجه همبستر شدم و او به فاطمه حامله شد، پس من از فاطمه بوی بهشت را استشمام میکنم. همواره حالی از معجزات شگفت انگیز چهره فاطمه را در میان گرفته است. او در شکم مادرش لحظه به لحظه تکبیر می گفت، حتی در آن هنگام با مادرش سخن می گفت و حضرت خدیجه با او انس می گرفت تا آنکه فاطمه به دنیا آمد. ولادت او نیز با تولد دیگر مردمان تفاوت داشت و این خود گویای آن بود که خداوند به این کودک توجهی کامل و فراوان دارد.